خاموش ایسته. خوب اینجا رئیس ناحیه آمده است، این نماینده جناب عالی است. گوش کنید همچنان شما یادم صبر کنید. چیا هیچی از دست اینایش نمیبه. من تیار هستم با قربانی شدن وقتی که اینا اگر سید مکرم میخواه من برو حبس کند، من تیارم با حبس کنم. شما خاموش هستی. شما یادم خاموشی سبب اشان مفتی آمدن شب کنم. اینجا نه ولی صاحب به کار میرد، نه کگبه به کار میرد، نه دیگر. من نمیخوام که برای من شده شما ضرب کنید یا حکومت دارا. اگه اینا شرمنده ها که خشان دنیا رو شرمنده کردن. بس کنید بچه های خوشرو. سبب این مفتی را ناموسش چیست؟ در رو دخانه اکای حاتم روزی شنبه گذاشته ما یک محفل داشتیم. خاموش باشه، خاموش باشه. من گفتم شما شنوید. خاموش باشه. محفل بود. شما خاموش باشه. شما رئیس من پرسیدن می آمدی بعد وقتی احمق بودم رئیس شورای شما. استغفر الله. بچه خاموش باشه. یادم خاموش باشه. روز شنبه گذشته بود. خوب ما خانه اکای حاتم رفتیم. یک جشن آرام بود. من درباره محرم که سری سال نوی هجری بود صحبت داشتم و در آخر صحبت فقط برای شهادت حضرت امام حسین 2-3 صحبت کردم. با این ایشان گرفتن یک دروغ در پای شیعه‌های برادرها بستند که گویا در محفل حسینیه که کربلا 2 میلیون آدم شرکت میکنه. گفتی در محفل عاشورای اونها هر شرکت کننده $100 میدادیان. با حتی قسم خانسی هم کرد. خب من قسم ایشان باور میکنم در این مسلمان هست. در سرش صلی و صحیف یا اون صلی که در سرش زیرا که پیغمبر خدا گفتن کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. من خیلی افسوس میکنم که در خانه خدا در این منبر رسول اکرم شد بی آدابی شد. خاموش باشه. خاموش باشه بچه‌های خوب. خاموش باشه بشام. خوب ایشان گفتن با ایشان اجازت من در صحبت کنم. خوب صحبت کردن و دروغ شروع کردن. من گفتم طاقت نکردم. عادتا من طاقتی شنیدن دروغ ندارم. گفتم ایشان مفتی همین گپ دروغ است نگو. قسم خور نگو. گفتم ایشان مفتی شما میکنید تو در این گپ در دیگه موضوع با کار دار شدن. خوب با کل حزب بما لدیهم فریحون تحقیق کردن. با تحقیق خوشم نخواستگیشم کتی آخر گپ من همه قشد که موضوع شما اگر ناموسی اسلامی می داشته، شما اگر رفت و ناموسی مذهبی می داشته، همان روز که قانون حکومت درباره منع جوانای تا 18 ساله برآمد، تو همون روز وظیفه مفتگی تو می سپاریدی. میگفتی من این آر به خودم تا قیامت قبول نمیکنم. اینا خاموش شد. من خاموش شدیم. خوب در باب عقیده با صحبت کردیم. همین خطی پراکنده شد. رفتیم شورای علما رو دعوت کردیم. اولش که شورای علما برای من قدر ندارد. من از خدا میترسم. گوش کنید بچه‌ها گوش کنید. دویم که در شورای علما داملا محمدی شرکت نداشت. تلفنی به من صحبت که حضرت ایشان میبخشید نام من نوشتن. من هزار از او شورا هم بیزار هستم. از او قرار قبول کردگیشان هم بیزار هستم. ایشان علامه هم خوب گوش کنید بچه‌های عزیز. خوب ما 50 سال است من با مکرم میگم برای من دیگه مفتی نیست. من برای مکرمه که 50 سال از خاندان ما عاشورا میکنند. در زمانی که شوروی حکومت سوویتی بود حضرت قبلگاه ما در یک جمعه ماه محرم از معدنی حال حضرت امام حسین میخواندن اشک میریختن. 20 ساله از سال 98 من آمدم شما که عاشورا دارم. 3 ساله که در اداره قاضیات بود ماه محرم درباره تاریخ حسین من صحبت میکردم. برای که اونجا اختلاف پیدا نشد و عداوت پیدا نشد. امروز مکرم عاشورا را سبب اختلاف دانست. برای چی؟ این ناجوانان خودش پرسه. خوبه که من صحبت رو تمام کردم. عزیزان من اگر حکومتدارای محترم بچه رو خلق کنیم. من از شما میدانم که شما برای من همه کار تیار هستید. یکی شما اگر یه حرکتی بیجا کنه والله خدای من از شما بیزار است. من از شما بیزارم. خاموش باشه. خوب که حرمت کرده آمد. اولش که رئیس ناحیه نمی آمد.
اگر رفتم مسجد ما رو محکم کردنش در کار میشه. من خودم اعلام میکردم که از همین روز مسجد ما بسته است. اگر رفتنی من در کار نبود، منو خیرات میکرد همون نامرد مکرم خیرات میکرد میگو باهایشان اکنون شما رو حکومت راضی نیست امامتان در وی جنجال سپاری من نمیامدم. لیکن بازم میگیم حکومتدارای محترم ما اعلام میکنم این مسجد ما اند بستنش راضی هستیم، دیگر کسی نمیمونه خطیب شود، 5 وقتش میکنیم نماز آرام میخونیم. لیکن بازم اعلام میکنم من تا امروز گوش کنیم بچهای خوشم 2 سال است که جناب عالی ما تا 20 سال بود ما حرمت میکردیم. همیشه در حق جناب عالی همین منبر من دعا میکردم. شما هستید همین دیروز در روز عاشورا در حق جناب عالی دعا کردم. مانند مکرم بار افلاسا در اطراف رئیس جمهور جمع شدن، بیچاره رئیس جمهور بیاروب کرد. همینها مشورت دادن روی مال دخترای ما رو گرفتن، همینها مشورت دادن بچه های ما رو از مسجد. امروز نسبت رئیس جمهور در دل مردم شبه پیدا شد. نسبت رئیس نباشه همین ما رئیس جمهور رو دوست می‌داشته. اینجا عاشورا سبب اختلاف نیست، عاشورا والله سبب وحدت است، عاشورا سبب پیدایش محبت است. تمام فقهای ما من به مکرم سوال میدم. عبدالرحمن جامی در هفت‌آرند عاشورا رو گفتگی است. امام حضرت شافعی را بچه‌های خوب کنی اکنون من نمیخواستم همین گپ بگم اکنون خودش آمد اون رو پروی خودش گم. این اگر علم داشته باشد با من از روی علم بحث کند. عبدالرحمن جامی چی میگوید؟ عبدالرحمن جامی رو گوش کنید چی میگوید؟ عبدالرحمن جامی میگوید حق در آنجا به دست حیدر بود، جنگ با او خطا و منکر بود. مگر عبدالرحمن جامی شیعه شد؟ مگر عبدالرحمن جامی از مذهب حنیفی برآمد؟ حضرت امام شافعی رحمت الله علیه اشعارش نمیشت ما باری و محفل عاشورا میکرد. آن در بیانیه دینش من خواندم گویا در سمرقند و بخارا در هیچ جا عاشورا این دروغ میگه والله در تمام خاندان تاجیکا واقعی حضرت امام حسین میخواندن. ما خوب میدانم حضرت حاجی نملا استاد ما بود در ماه محرم رفتم نورالابصار خواند ایستاده است. والای حضرت چشماشان پری آب دیده بود. حضرت آینکشان نگرفتن گفتن نورالدین گفتن نورالدین گفتن اگر من به جای معاویه میشدم سگ خاندان پیغمبر از خود بالا من گوش کن بار دیگر میگه این سید نیست. اگر این سید نشد خونش برای حسین نجوشید. این جهود اصلا سید بچه های کشتبه که ازام میگن جمعه میخوانیم همه تو خدا میگه برو ایره بیتون. دوباره انتخاب شدنشان در این مسئولیت بزرگ از صمیم قلب تبریک میگویم و برایشان توفیق و دستاوردهای بزرگی از خدای بزرگ تمنا دارم. دوستان عزیز، مهمانیان عزیزی ما صحبتی طولانی تری کردن. من کوشش میکنم طولانی صحبت نکنم زیرا سخنگوی های از ما بهتر خوبتر زیاد هستند، اما در 2 نکته میخواهم فکر خودم بگویم. یکیش دایر و کنفرانس اگرچه که من اعضای معزدم که نباشم هم فکر هستم، هم اندیشه هستم، هم عقیده هستم، هم مرام هستم. از این خاطر و از همه مهم آزاد اندیش هستم. بنابراین اندیشه های خود باید بگویم زیرا بگویم خودم ناراحت میشوم. شنیدم دیروز از قسم اول انجمن نهضت اسلامی خصوصا مجلس ریاستی نهضت به اشتراک جناب محیدین کبیری گذشته است و جناب محیدین کبیری با تمام اعضایان ریاست گفت است که من شرکت نمی کنم، خود شما هر کسی را که میخواهید
حیث نامزد و ریاستی حزب محاکمه کنید و پیشبری نماید به انجمن. البته این واقعا هم یک کار خوبی هم هست، مایه افتخار هست، زیرا حضور رهبر یا حضور یک شخصی با نفوذ در جلسه البته تأثیر دارد. شاید اعضایان نمیتوانند آنچه که در دل دارند بگویند، اما ما نشنیدیم که در جلسه ریاست چند نفر به حیث رئیس پیشبری شد. اگر فقط باز برادر محیدین پیشبری شده باشد، این واقعا کمبودی نهضت هستی نتوانست از دهها محبین در این 4 سال آماده کرده باشد. خصوصا یک حزب سیاسی اسلامی باید نمونه باشد از حزب‌های دیگری که در این زمان ما شاهدش هستیم که رهبری ایوان نشونده دارند و به این رهبر همشون در چاه می‌رفتند و حتی نان خواهدگیشون رو فرو برده نمی‌توانند. امیدوار هستم در انجمن آینده این کمبودها رو به حساب می‌گیریم. اون برادری اسمانی بودن که از دامانش می‌خپید، از دامان خدا خپیدن در کرد، از دامان قرآن خپیدن در کرد، از دامان ملت خپیدن در کرد. شخصیت‌ها همیشه در خدمت شما هستند. خصوصا در یک حزب اسلامی باید همچنانی که برادر محمدین گفتن رئیسهم خادمهم. شما خادم خودتانه، خدمتگار خودتانه تعیین کرده، نه رئیستانه، نه پیشواتانه. این کلمه ها باید در لکسیکان یک حزب و حرکت اسلامی اصلا باید استفاده نشود. دوم مثلا یک اشاره خوب محیدین کردن، واقعا مطبوعاتی همون زمان به خاطرم آمد مبلغ برای مردمی در محاصره مونده غزه حزب نهضت اسلامی جمع‌آوری نمودند. در هفته‌نامه‌های مستقل ما خواندیم که با طور بسیار هم مسخره‌آمیز، استهزاء‌آمیز می‌گفتند که اگر پول زیادی داشته باشد نهضت به کمبغلای تاجیکستان کرد، فلان جای تاجیکستان خراب‌بازار است آباد کنه. البته جناب محیدین سکوت خوب کردن، جواب خوبی دادن با اون مثالی که از واقعه حضرت ابراهیم علیه السلام. لکن من به شما دیگر مثال بیارم. مثالی ماه نوامبر دکمبر سال 1992 ینور و فوریه و ماه مارس 1993 130 تا 150 هزار مهاجر تاجیکستان افغانستان گریزه شدند. با خود هیچی نداشتند، نان خوردنی نداشتند، جای خواب نداشتند و برادرای افغانستان اگر ما این روز 60% کمبغل داشته باشیم شاید افغانستان 80% کمبغل است. اما حکومت و دولت افغانستان، استاد ربانی و احمدشاه و دیگر احزاب سیاسی افغانستان، مردم افغانستان مهاجرای تاجیک کمک کردند. هر روز تصور کنید اگر 3 نان ما از موبایل میگرفتیم باید 500 600 هزار دانه نان میگرفتیم. روزهای شده بودن که تا 3-4 روز یک هفته پول نبود پولی اونا رو پرداخت کنیم. تاجرای افغانستان به خاطر اعتمادی که داشتن، باوری که داشتن، مسئولیت اسلامی و عقیدتی که داشتن، همین نام به اختیار برادرای نهضتی ما میگذاشتن. از این 140-150 هزار مهاجر بعداً یک قسمتی کمش در مزار شریف تحت پوشش سازمان ملل قرار گرفت. باقی مانده تا روزی بازگشت با کمک مردم مسلمان افغانستان، دولت جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و سازمان‌ها و شهروندهای مسلمان کشورهای خلیج فارس، خصوصا کویت و امارات و سعودیه و حتی سلطنت عمانی که مذهب احوازی دارند اما مال مسلمان به
باشه. خوب که حرمت کرده آمدیان اولش که رئیس ناحیه نمی آمد. اگر رفتون مسجد ما رو محکم کردنش در کار میشه. من خودم اعلام میکردم که از همین روز مسجد ما بسته است. اگر رفتنی من در کار نبود منو خیرات میکرد همون نامرد مکرم خیرات میکرد میگو باهایشان اکنون شما رو حکومت راضی نیست امامتان در به جنجال سپاری من نمیامدم. لیکن بازم میگم حکومتدارای محترم ما اعلام میکنم این مسجد ما اند بستنش راضی هستیم. دیگر کسی نمیمونه خطیب شود 5 وقتش میکنیم نماز آرام میخونیم. لیکن بازم اعلام میکنم من تا امروز گوش کنیم بچهای خوشم 2 سال است که جناب عالی ما تا 20 سال بود ما حرمت میکردیم. همیشه در حق جناب عالی همین منبر من دعا میکردم. شما هستید همین دیروز در روز عاشورا در حق جناب عالی دعا کردم. مانند مکرم بار افلاسا در اطراف رئیس جمهور جمع شدند. بیچاره رئیس جمهور بیاروب کرد همینها مشورت دادن روی مال دخترای ما رو گرفتن. همینها مشورت دادن بچه های ما رو از مسجد. امروز نسبت رئیس جمهور در دل مردم شبه پیدا شد. نسبت رئیس نباشه همین ما رئیس جمهور رو دوست می‌داشته. اینجا عاشورا سبب اختلاف نیست. عاشورا والله سبب وحدت است. عاشورا سبب پیدایش محبت است. تمام فقهای ما من به مکرم سوال میدم. عبدالرحمن جامی در هفته‌رنگ عاشورا رو گفتگی است. امام حضرت شافعی را بچه‌های خوب کنی اکنون من نمیخواستم همین گپ بگم اگه خودش آمد اون رو پروی خودش گم این اگر علم داشته باشد با من از روی علم بحث کند. عبدالرحمن جامی چی میگوید؟ عبدالرحمن جامی رو گوش کنید چی میگوید؟ عبدالرحمن جامی میگوید حق در آنجا به دست حیدر بود جنگ با او خطا و منکر بود. مگر عبدالرحمن جامی شیعه شد؟ مگر عبدالرحمن جامی از مذهب حنیفی برآمد؟ حضرت امام شافعی رحمت الله علیه اشعارش ما باری و محفل عاشورا میکرد. آنی در بیانیه دینش من خواندم گویا در سمرقند و بخارا در هیچ جا عاشورا این دروغ میگه والله در تمام خاندان تاجیکا واقعی حضرت امام حسین میخواندند. ما خوب میدانم حضرت حاجی الله استاد ما بود در ماه محرم رفتم نورالابصار خواند ایستاده است. والای حضرت چشماشان پری آب دیده بود. حضرت آینکشان نگرفتن گفتن نورالدین گفتن نورالدین گفتن اگر من به جای معاویه میشدم سگ خاندان پیغمبر از خود بالا من گوش کن بار دیگر میگه این سید نیست. اگر این سید نشد خونش برای حسین نجوشید. این جهود اصلا سید بچه های کشت بکنه ازام میگن جمعه میخوانیم همه خدا نگاه برو ایره بیتون. دوباره انتخاب شدنشان در این مسئولیت بزرگ از صمیم قلب تبریک میگویم و برایشان توفیق و دستاوردهای بزرگی از خدای بزرگ تمنا دارم. دوستان عزیز، مهمانیان عزیزی ما صحبتی طولانی تری کردن. من کوشش میکنم طولانی صحبت نکنم زیرا سخنگوی های از ما بهتر خوبتر زیاد هستند. اما در 2 نکته میخواهم فکر خودم بگویم. یکیش دایر و کنفرانس اگرچه که من اعضای مذهبم که نباشم هم فکر هستم هم اندیشه هستم هم عقیده هستم هم مرام هستم از این خاطر و از همه مهم آزاد اندیش هستم. بنابراین اندیشه های خود باید بگویم زیرا بگویم خودم ناراحت میشوم. شنیدم دیروز از قسم اول انجمن نهضت اسلامی خصوصا مجلس ریاستی نهضت به شروع کردم. من طاقت نکردم. عادتا من طاقتی شنیدن دروغ ندارم. گفتم ایشان مفتی همین گپ دروغ است نگو.
قسم من خور نگو گفتم ایشان مفتی شما میکنید تو در این گپ در دیگه موضوع با کار دار شدن. خوب با کل حزب به ما لدیهم فریحون تحقیق کردن با تحقیق کشم نخواستگیشم کتی آخر گپ ما همه قشد که موضوع شما اگر ناموسی اسلامی می داشته شما اگر رفت و ناموسی مذهبی می داشته همون روزی که قانون حکومت درباره منع جوانای تا 18 ساله برآمد تو همون روز وظیفه مفتگی تو می سپاریدی میگویی من این آر به خودم تا قیامت قبول نمیکنم. اینا خاموش شد ما خاموش شدیم. خوب در باب عقیده با صحبت کردیم همین خیلی پراکنده شد رفتیم شورای علما رو دعوت کردیم. اولش که شورای علما برای من قدر ندارد من از خدا میترسم. گوش کنید بچه‌ها گوش کنید. دویم که در شورای علما داملا محمدی شرکت نداشت. تلفنی به من صحبت که حضرت ایشان میبخشید نام من نوشتن من هزار از او شورا هم بیزار هستم از او قرار قبول کردگیشان هم بیزار هستم. ایشان علامه هم خوب گوش کنید بچه‌های عزیز. خوب ما 50 سال است من با مکرم میگم برای من دیگه مفتی نیست. من برای مکرمه که 50 سال از خاندان ما عاشورا میکنند. در زمانی که شوروی حکومت سوویتی بود حضرت قبلگاه ما در یک جمعه ماه محرم از معدنی حال حضرت امام حسین میخواندن اشک میریختن. 20 ساله از سال 98 من آمدم شما که عاشورا دارم 3 ساله که در اداره قاضیات بود ماه محرم درباره تاریخ حسین من صحبت میکردم برای که اونجا اختلاف پیدا نشد و عداوت پیدا نشد. امروز مکرم عاشورا را سبب اختلاف دانست. برای چی؟ این ناجوانان خودش پرسه. خوبه که من صحبت رو تمام کردم. عزیزان من اگر حکومتدارای محترم بچه رو خلق کنیم من از شما میدانم که شما برای من همه کار تیار هستید. یکی شما اگر یه حرکتی بیجا کنه والله خدای من از شما بیزار است. من از شما بیزارم. یاد من خاموش است. خوب اینجا رئیس ناحیه آمده است. این نماینده جناب عالی است. گوش کنید همچنان. شما یاد من صبر کنید چیا؟ هیچی از دست اینای شنبه به من تیار هستم با قربانی شدن وقتی که اینا اگر سید مکرم میخواه من برو حبس کند من تیارم به حبس کنم. شما یاد من خاموشی سبب ایشان مفتی آمدن شب کنم. اینجا نه ولی صاحب به کار میرد نه کگبه به کار میرد نه دیگر. من نمیخوام که برای من شده شما ضرب کنید یا حکومت دارا اگه اینا شرمنده ها که خشان دنیا رو شرمنده کردن. بس کنید بچه های خوش رو. سبب این مفتی را ناموسش چیست؟ در رو دخانه اکای حاتم روزی شنبه گذشته ما یک محفل داشتیم. خاموش باشه خاموش باشه شما شنوید خاموش باشه محفل بود شما خاموش باشه. شما رئیس من پرسیده می آمدی بعد وقتی احمق بودم رئیس شورای شما استغفر الله. بچه خاموش باشه یاد من خاموش باشه. روز شنبه گذشته بود خوب ما خانه اکای حاتم رفتیم یک جشن آرام بود. من درباره محرم که 3 سال نوی هجری بود صحبت داشتم و در آخر صحبت فقط برای شهادت حضرت امام حسین 2 3 صحبت کردم. با این ایشان گرفتن یک دروغ در پای شیعه‌های برادرها بستند که گویا در محفل حسینیه که کربلا 2 میلیون آدم شرکت میکنه. گفتی در محفل عاشورای اونها هر شرکت کننده $100 میدادیان با حتی قسم خانشی هم خورد. خب من قسم ایشان باور میکنم در این مسلمان هست در سرش صلی و صحیف یا اون صلی علیه که در سرش زیرا که پیغمبر خدا گفتن کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. من خیلی افسوس میکنم که در خانه خدا در این منبر رسول اکرم شد بی آدابی شد. خاموش باشه بچه های خوب خاموش باشه بشم. خوب ایشان گفتن با ایشان اجازت من 2 در صحبت کنم. خوب صحبت کردن و دروغ تمام اعضایان ریاست گفت است که من شرکت نمی‌کنم. خود شما هر کسی را که می‌خواهید به حیث نامزد و ریاستی حزب
البته این واقعا هم یک کار خوبی هم هست، مایه افتخار هست، زیرا حضور رهبر یا حضور یک شخصی با نفوذ در جلسه البته تأثیر دارد. شاید اعضایان نمیتوانند آنچه که در دل دارند بگویند، اما ما نشنیدیم که در جلسه ریاست چند نفر به حیث رئیس پیشبری شد. اگر فقط باز برادر محیدین پیشبری شده باشد، این واقعا کمبودی نهضت هستی نتوانسته است دهها محبین در این 4 سال آماده کرده باشد. خصوصا یک حزب سیاسی اسلامی باید نمونه باشد از حزب‌های دیگری که در این زمان ما شاهدش هستیم که رهبری ایوان نشونده دارند و به اون رهبر همشون در چاه می‌رفتند و حتی مال خانگیشون رو فرو برده نمی‌توانند. امیدوار هستم در انجمن آینده این کمبودها رو به حساب می‌گیریم. اون برادری اسلامی بودن که از دامانش می‌خپید، از دامان خدا خپیدن در کار، از دامان قرآن خپیدن در کار، از دامان ملت خپیدن در کار. شخصیت‌ها همیشه در خدمت شما هستند. خصوصا در یک حزب اسلامی باید همچنانی که برادر محمدین گفتن رئیس هم خادم، شما خادم خودتانه، خدمتگار خودتانه تعیین کرده، نه رئیستانه، نه پیشواتانه. این کلمه ها باید در لکسیکان یک حزب و حرکت اسلامی اصلا باید استفاده نشود. دوم مثلا یک اشاره خوب محیدین کردن، واقعا مطبوعاتی همون زمان به خاطرم آمد